پیشنهادی همخانگی نبود؟ چی گفت؟ التماس نکن من خیلی قماندانی زمانی جنگ های شهروندی عاشقش بود؟ بودم. از کجا شما میفهمید که اونها دشمنی شما؟ از رفتار، از موفقیت های من. بیایید با دشمن شناسی میپردازیم. خب با سلام و سپاس، بورک شما را مهمان نوازی میکند. لحظه های باهمی را اینجا گذرانید. با حس بلند آشپزی هرچه که دلتان خواست ما آماده میکنیم. بورک مکانی است سرشار لحظه های بامزه. عاقبتون وان گرفت و بعد چند روزش به من زنگ زد، گفت که تمام کشور مرا تبریک کرد به مناسبت گرفتن عنوانم، اما خودت چرا تبریک نکردی؟ من گفتم که من تبریکات خاص دارم، سپیشل. در برنامه دعوت میکنم، می آید در برنامه اونجا در نزد تمام تماشابینان به مناسبت گرفتن عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان تبریکت میکنم. گفت باشد. اینک به وعدم وفا کردم. ما یار و با ماست امروز هنرمند شایسته تاجیکستان. مبارک شود. تشکر زیاد آرزو جان. تشکر. بسیار خوشحال شدم از دیدارت، از اونی که در حقیقت اون گپی من گفتم اصلا همین گونه بود که همه ما رو تبریک کردن جز آرزو. من از این ناراحت نیستم، اما کمی خواهی نخواهی در اون قدل فکر میکنم که برای چه آرزوی دوست عزیز من رو تبریک نکرد. اولا من سلام همه بیننده ها را به شما میرسانم و خودم نیز به بیننده های عزیز و نازنین سلام میگویم. سلام. من به وعدم وفا کردم. همین طور نه؟ بله. همین وقتی که تو تلفظ میکنی ما، من الکه آب و ادا میشوم، چنان شیرین نام ما رو میگیری و خوشحال از اون هستم که به مثل تو دوست دارم، به مثل تو شخصیتی هست که همکاری میکنم و به مثل تو میدونی هر برنامه تو جالب دیدن است، از اون راحت میبرم و گفتنی هستم که آرزو بگذار این برنامه های تو یک نه میلیون شود. ما اصلا گرفتن عنوان چه حسیات رو در باطن شما بیدار کرد؟ میدونید آرزو جون، یک چیزی هست که امید نداشتم. چرا؟ خب امید نداشتم چون سن سالم به حد رسیده بود و سریع میگفتن وقتی چند؟ به حد چند؟ شرط نیست این رو گفتن. من دائما جوان هستم، اما چیزی هست که وقتی که خودی روزنامه‌نگارا میبینن اینترویو میگیرن و پرسان میشوند که شما عنوان دارید؟ میگم نه، حالا نگرفتم عنوان. اما چرا امید نداشتید؟ گفتید که امید ندارم. سبب امید نداشتن شما چی است؟ میدونید وقتی که مردم تو رو میشناسند، مردم و بسیاری هنرمندا البته عنوان خود رو دادن و البته که از چی عنوان است؟ اون عنوانی که مردم دادن؟ محبت است. مردم وقتی که میبیند در خیابان اومده با تو سلام میکنه، اون عنوان بلند است یا این عنوان؟ اصلا فکر میکنم هر دویش خوب است. هر دویش خوب است. مهر و محبت خلق و البته که قدر کردنی جناب عالی، هر دویش. به هر حال نگفتید ما که چرا شما ناامید بودید؟ من برای چی ناامید بودم؟ چون گپ‌های زیادی بود که من باید چی گپ‌ها؟ یعنی نسب نام باید دیگری و محپیکر هست، اما یارزاده باید شد. بله. این شرطی حتمی بود؟ این شرط یک چند سال فکر میکنم پیش بود. شما یارزاده کردید؟ نه، من نکردم یارزاده. من محپیکر یار و موندم و عوض نکردم. و سبب ناامیدی شما فقط همین بود یا دیگر چیزها؟ شاید چیزهایی بود که ما نمیدونیم. نه، میدونید
چیزهایی هست که آن چرا رو میخندی؟ نه آرزو جان چیزهایی هست که آن رو این گونه گفتن ممکن نیست. چی یعنی، مثلا؟ روشد لااقل گفتن ممکن لااقل نیست. خیلی آسان اشاره کنید. من اگر اشاره کنم بزیب میوید. لیکن با وجود یگان بار دیگر کوشش کردید که این عنوان ها رو به دست بیارید یا اینکه من اصلا برای عنوان گرفتن آدم باید یگان کوشش بکند غیر از پیشنهاد هنرش؟ میدونید هستن آدمایی که هنر ندارن، یعنی مثلا من میدونید چی رو در نظر دارم؟ در نظر دارم این رو که به وزارتخانه ها بیایی و درها رو تق تق بزنید که چرا من عنوان نگرفتم، چرا من عنوان نگرفتم، دو موبایلو بردارید. من در حیاتم این کارو نکردم و کردنی هم نیستم، چون فکر میکنم که اون صبر و تحملی که است و خدا بالای سرم هست، اون که میبیند تلاش رو، اون که میبیند هنری تو رو، اون مهنتی تو رو، البته که یک روز نه یک روز سزاوار دانسته می شود. در امریکا مثلا این گونه نیست. هنرمند مردمی، هنرمند شایسته نیست چنین عنوان. آنها فقط جایزه های هر گونه جشنواره ها را میگیرند. به همین تمام. با فکر شما آیا لازم است یا نه گرفتن عنوان به یک هنرمند؟ آرزو جان ما در قزاقستان بودیم یک 4-5 سال پیش و اوید همین عنوان ها گپ رفت، یعنی با همون کوراتوری که بود با ما یک بچه که قزاق. چی گفتن قزاق ها؟ بعد ما گفتیم که در شما عنوان تا هست، گفت که نه در ما حوزی نه مردمیش هست نه شایسته، یگانه عنوانی که هست این заслуженный деятель искусства که در اون میخواه همون شایسته است. نه یعنی مردمیش هم به همون داخل دارد. یگانه заслуженный деятель искусства تمام. یعنی در ما که از شوروی موندگی است، هنرمندی شایسته، هنرمندی مردمی، این از شوروی آمدگی است. مثلا جوانهایی که تلاش میکنن زیادتر هنر خود را گشوده کنن، یعنی تلاش میکنن زیادتر در روی صحنه باشن، در فیلم باشن، همه این هم برای همین است. اما به نظر من وقتی که از نام مردم حرف میزنند و هنرمند مردمی میگویند، یعنی هنرمند مردمی هنرمندی است که مردم قبول کرده است. اما در کجا مردم را پرسیدند؟ وقتی که مثلا رای دهی یگان هنرمند رو میگویند بگویند که رای بدهید آیا این برای گرفتن عنوان هنرمند مردمی میارزد یا نه؟ من میدونید به شما چی گفتنی هستم، تعریف کردنی نیستم، منی هم کردنی نیستم، اما با گوجه که نروم از خورد تا بزرگ میبینن، میشناسن، عکس میگیرن، بوسه میکنن، مهر و محبت میکنن. علاقه این مردمی است و شاید هستن هنرمندایی که خب من نمیدونم هستن هنرمندای مردمی که مردم نمیشناسد در اصل، اون شایستش هم هست همین خیلی که مردم نمیشناسد، اونا شاید در وزارت رو تخت کرده طلب کرده هم که عنوان زید. این گونه هست. به نظر شما ارزنده اند چنین افراد وقتی که مثلا عنوان مردمی و شایسته رو دارند اما مردم نمیشناسند اونها رو؟ البته که ارزنده نیستن. من بینم دشمن هایم زیاد باشه، دشمن های ما رو زیاد کردنی هستید. چرا دشمن دارید شما؟ فکر میکنم هر یک هنرمند، هر یک ایجادکار، هر یک اون شخصیتی که در جامعه نام برآورده است به دشمن نمیشود. دشمنانی شما از کدام طبقه اند؟ اگر حوزی گویم من نمیخوام خفه کردن، زیاد مردها هستن. بله. مردهای همکارتان یا اینکه این خیلی گفتنم ممکن. مردهای همکار. بله. از کجا شما میفهمید که اونها دشمنی شما؟ از رفتار، از موفقیت های من. بیایید با دشمن شناسی میپردازیم. خب شاید گفته های شما برای بسیاری ها یک درس شود تا دشمن را از دوست فرق کرده بتوانند. بله. موی رو از خمیر جدا کرده توانند. من یک نمایش مونوسپکتاکل داشتم، شب تنهایی زن. خب من نمیگویم که نمایش شدیوریال نبود یا که همین قدر بزرگ بود، اما از همون درونی خودم گفتن که ولی تماشابین میبیاد به این نمایش، این چی نمایش بود، این چی. خب من قبول دارم، خاموش بودم.
آنها میخواستند که من حالت روانی بد داشته باشم اما نشد امیدشون شکست خورد و وقتی که تالار پر بود تماشابین زیاد بود صحنه پوری گل شد این بردی من شد حتی در همین عنوانگیری هم من چهره های بسیارش دیدم کدامش صمیمی بود کدامش دروغ شما گفتید آنها میخواستند روانی شما رو خراب کنند بله آنها یعنی کی؟ یعنی مرد دو مرد مردانی همکسب شما بله مردها هنرپیشه بله نمود ظاهریشان چگونه است؟ خب مرد هستند به نامش اما در اون تئاتر چند مرد کار میکنند؟ زیاد هستند از زن دیده مرد از هنرپیشه ها خب شاید بگیم یک 15 مرد باشد 15 مرد 15 یا 16 از 15 مرد چند نفرش دوست و چند نفرش دشمن عنوان شدند؟ من حساب نمی کنم تقریبا شاید 3-4 کس دوست؟ دشمن منم در حیرتم چون که در تئاتر ها یا اینکه در فضایی که یک زنی زیبا کار زندگی میکند البته که رقیبش باز یک خانمی دیگر است من هم همین گونه فکر میکردم اما ببینید شما با مردها رقابت با مردها با من رقابت میکنند برای چی خب تو که موفق نشدی گناه من در چیست موفق شو یگان کس پیش راهی تو رو نگرفته است آشکار بحث و مناظره با یک نفر از آنها نکرده کردم در سامانه اجتماعی هم نوشته بودم رفتاری اونها را اما نامهایشان را نگفتم میدونم در سامانه اجتماعی چی نوشته بوده؟ نوشته بودم که در فیسبوک هم؟ بله نوشته بودم یک سخنهایی که هیچ امید نبود نسبت آنی که اونها یک وقتای دوستانی من بودن منی که از پشت اونها سخن میکردم منی که اگر کسی اونها رو یک چی میگفت من جوابشون رو میدادم دستگیری میکرد بله اما اومده در همین روز این گونه رفتار کردن و حتی در عنوانگیری هم چیکار کردن در عنوانگیری؟ در عنوانگیری هم اکنون یک تاش اومد همه خیلی تبریک کرد دویمش اومد از اتاق کاریش نبرآمد تبریک هم نکرد از دور خیلی مبارک شود اما وقتی که اون یک چیزی گرفت من دستش رو فشردم اچوخ کردم گفتم مبارک شود یعنی ببینید یعنی اینجا مرد کی بود؟ مرد البته که من برای همه بسیاری زن ها حاضر مرد شدگی هستند من نمیخوام بگم که همه مردها همین گونه هستند اما چی است که اونا این گونه رفتار میکنن نمیدونم شاید لوی خوب درک کرده بود این مسئله رو که گفته بود فریب آشنایان رو چی گویم دروغی دوستداران رو چی گویم زنان مردانه گاه عشق ورزند ضعیفی های مردان رو چی گویم درباره دشمن ها که آشکار حرف زدن نمیخواهید لااقل درباره دوستان آشکار حرف بزنید کی صمیمانه اومد سخت گرم در آغوش کشید و گفت ما تبریک از بزرگا کی از بزرگان تئاتر شادی سالی استاد رازیق یعنی همه اون پیرانسالانی که در تئاتر ما کار میکنن اونا صمیمانه ما رو تبریک کردن صمیمانه و البته که جوانهای تئاتر من اونا رو بسیار دستگیری میکنم در پهلویشون هستم اونا به نهایت خوشحال شدن یعنی هنوز باطینشان روشن است بله و گفتن که شما ارزنده اید معلومه جان شاگردان خودم در دانشکده صنعت و فرهنگ بهترین پس ما هم تبریک میکنیم فکر میکنم که صدها نفر حالا تبریک میکنند شما رو در زیر این برنامه حتما می نویسند که ماه پایکاریارا و تبریک عنوان مبارک شود می نویسند حتما ولی خب میگذاریم با دیگر مسئله خانت اینجاست خانه عزیزم چگونه بگم تنج از جهت فضای سالم اینجاست اما برای همین خوردیم از زن دادن کم ترک چیزهایی هست که باید اونا رو یک طرف کنم یعنی توی کنم چی چیز رو باید یک طرف کنید بعد توی یعنی چی
фарзанди хурдиро бояд тӯй кард. فهمیدم چی چیزها شما باید вазъи برطرف иқтисодиро. وضع اقتصادی бале вазъи иқтисодӣ. یعنی با مبلغ احتیاج داره бале کالونی رو خانه‌دار کردید الکی худоро шукр набира дорам. چند تا 2 تا پسر دختر نبیره 2 писар аммо ҳозир дар хона ҷиянам бо духтарчаҳои хушрӯяш 3 таи уно 5 та барои ман ҳамаш набира ҳастанд. آها نبیره ها رو دوست داری میکنید یا میگوید که не дӯстдорӣ мекунам албатта ва ё дар хона набошам ман бемор мешавад ҳолате ки вақте ки кӯдаки бисёр дар хона бошад албатта ки аз кор шуру мағал но яке ҳама ҳар тараф мешаванд истироҳат اما وقتی که خوب هستید تقر 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 не намекунанд ором ҳастанд یگانه مسئله بزرگ مساحتناک در زندگی شما حالا مسئله زن دادن پسر خردی است ҳамон аз зан сиям бовар кунед фикр мекунам як кӯб аз китфонам гирифта мешавад چی میگوید زن بیده گفته ман аллакай фотия кардаги ҳастам қалин додаги ҳастам аммо ҳоло барои тӯй каме намерасад دوست داشتهش رو دادید бале یا дӯст доштааш از کدام طبقه است اون دختر و аз چیکار است табақаи оддӣ ман вақте ки фотия кардам баъд ман ҳамин коронавирус пайдо шуду баъд дар ин муддат хоҳарамро аз даст додам ва баъдан бояд тӯй мекардем қалингашро буда додам аммо ҳозир барои ана ҳамин тӯй маблағ намерасад خواهرتون چند ساله بود؟ خواهر من 48 ساله بود گذشت بر اثر ویروس کرونا از دست رفت خدا رحمت کنه یگانه خواهرم خواهرتون فرزند داشت؟ چند فرزند؟ پسر دختر و اولادور خانه‌دار یعنی او آرام رفت که بچه و دخترش رو خانه‌دار کرد جا به جا کرد و رفت شاید شما حاضر منتظر بودید که من آبی دیده میگیریم؟ نه نمیخواهم گریه کنم میدونید گریه هم قریب که نمونده است تمام شد گریه هم نمونده است من 4 آدمی نزدیک رو از دست دادم پدر، مادر، دختر، خواهر و همشون جوان رفتن چرا شما در سیمای من نفری رو میبینید که من باید همه رو بگیرونم؟ حاضر نگاهی شما همین گونه بود اصلا من خیلی نگران بودم که نبود شما گیرونم نه من تا اون درجه الکی با من حتی میگن تو سنگدل شده ای سنگدل شده تو یک ذره هست؟ تو یک ذره حقیقت داره؟ بله چطور؟ میخوام گاهی داد زنم فریاد زنم میشد این حالتو در هر یک آدم این حالتو میشه از فرط چی؟ از فشاری چی میخواید؟ از فشاری که تنها هستی احساس تنهایی شما رو مغلوب کرده است بله بغیر از خدا کسی نیست من تکیه به خدا میکنم بهترین تکیه گو بله و دویمو در جای نمازم همین گونه میگم خدا دارم شما گفتید گاهی از هجوم تنهایی میخواید فریاد بکشید بله. و میکشید فریاد باری کشیدید فریاد بله در کجا در خانه وقتی هیچ کس نبود با تمامی آواز با تمامی آواز وقتی که فریاد میکشی خالی میشوی سبک میشوی و این با من کمک میکنه تنهایی شما چی تنهایی است؟ تنهایی احتیاج به شانه مرد؟ نه احتیاج به دست مرد؟ به همدستی مرد؟ نه چرا نه؟ پس چی؟ خانه پوری آدم است آخر اون آدم ها زندگی خود را دارند میخواید کی باشه در کنار شما؟ در کنار من نزدیکانی من پدر، مادر، دختر، خواهر جایگاه آنها خالی است بله. جایگاه آنها رو میخواید پر کنید رفیقان نتوانستند پر کنند جای آنها رو؟ کسی نتوانست میدونی ارزو جون ما وقتی که آدم است انسان بودن مشکل است همه ما آدم هستیم اما انسان بودن به حد دشوار است من شنیدم که یک پسرتون با автомашین صدمه کرده بود چند سال قبل ماشین رو زده بود ماشینش رو زده بود شکر خدا با خودش چی نشد زنگ زدم نه چه جون من خودم خوب هستم برای من انا همین کفایه بود نابودی ماشین گفتم فروش ماشین
дар кор нест. ҳаминқадар гуфтам хане ҳозир худо ба шукр ҳазорон бор шукр оне ки бо худаш чизе нашуд. محپیکر бале در доираҳои танги рафиқон чун мешинем суҳбат мекунем мегӯянд ки замони пеш як тақрибан 25-30 сол пеш محپیکر хеле шодобу зебову ҷавон буд. як қумандони замони ҷангҳои шаҳрвандӣ ошиқаш буд. будам ва он инсони хеле номдор буд. ки буд? 30 сол гузашт. бигӯед акнун. 70 сол гузарад намегӯям. 70 солам гузарад намегӯям. аммо ҳақиқат дошт? ҳақиқат дошт, бале. дар ҳақиқат чӣ гуна ишқ буд ин ишқ? он замон шумо аз шавҳаратон нав ҷудо шуда будед? бале. медонед ин гуна шахсиятҳо фикр мекунам ҳозир кам ҳастанд ба мисли он одам, чун ки бениҳоят хуб дастгирӣ мекард. зан дошт? албатта зан дошт. зани дуввум нашудед? не ман розӣ нашудам. чаро? намефаҳмам ин чизеро. боши доимо якум боши. чаро аз ҳам ҷудо шудед? он ба дигар мамлакат рафт. ба дигар мамлакат? чашмони зебоят хати барои хеле гӯ накун. намегӯям ҳамашро. робита комилан қатъ шуд? комилан қатъ шуд. як чанд сари сол қатъ шуд. ҳоло чӣ? ҳоло чанд сол пеш ман дида будам касроз ман барот мегӯям пеш аз коронавирус. реакшни шумо чӣ гуна буд? аксуламал? салом алейкум. мисли одамҳои бегона? не ба мисли одамҳои бегона не. ягона чизе гуфт ки ту муҳпайкар иваз нашуде, ҳамон хел зебо ҳастӣ. хан ташаккур. ин гап воқеан ҳақиқат лутф дорад. кардед, гуфтам ташаккур барои суханҳоятон. тамом? бале. чӣ бояд давом тем? рафту омад, гуфтугӯ, не. рақами телефон? не медони орзуҷон он чизе ки буд гузашт рафт. акнун ин ҳодисаи 30 сол пешро мо коҳи кӯҳнаро буд кардем. коҳи кӯҳнаро буд кардем, вале ҳамин чанд соли пеш боз гуфтанд ки байни шумо ва муҳаммад али ҳунарпеша як муносибати хеле романтикӣ ошиқона ҳаст. дуруст аст? нест. мо дӯстем. шумо дӯстед фақат? бале. мо дӯстем. ягон ишқи романтикӣ ҳамин гапо нест. яъне он кас агар ягон проекте шавад ба ман занг мезанад, пешниҳод мекунад ва дар бораи дигар ҳунармандо пурсон мешавад ки ту чӣ фикр дорӣ, маслиҳат мепурсад. пешниҳоди ҳамхонагӣ набуд? буд аммо хушбахтона ки нашуд. аз тарафи муҳаммад алӣ? бале. чӣ гуфт? илтимос наков манаи хел. чӣ гуфт? ҳичи. ҳамин мард зан ба чӣ мегӯяд? барои оила барпо мақсад кардан. ҳамин ки чӣ дар куд? не рад кардед? рад кардам. шумо мисли амитаб баччан ва рекха гирду атрофи ин масъала мегардед аммо ҳақиқатро намегӯед. ҳақиқат чӣ дар кор? медони ҳақиқат чӣ дар кор? ҳақиқатеро ки ҳама ҷустуҷӯ мекунанд шумо мегӯед ҳақиқат чӣ дар кор? не охир ҳамин барои чӣ дар кор аст? яъне зиндагии шахси ман аслан дӯст намедорам бисёр шод ошкоро гап занам дар бораи зиндагиам ва чизое ҳаст ки набояд онро гӯям. мефаҳмед? набояд. чун ман ҳам зиёд мухлисое дорам ки нисбати ман ҳурмату эҳтиромашон дигар аст. моҳи ман ман фикр мекунам ки зиндагӣ сюрпрайзҳои хеле зиёд дорад. бале. чӣ медонем ки аз пеш чӣ меояд?
عشق میآید. نمیدونم شاید اون مرد قصه های شما سواری سمندی سفید تو حال نرسیده است. اکنون سمندی سفید نیست، شاید یگان رولز رویس. به هر حال شدیم که امروز آمدید. تشکر. سپاس برای آمدن و از نام همه مخلصانتون یک بار دیگر شما رو با مناسبت گرفتن عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. شما واقعا ارزنده تحسین، ارزنده آفرین، ارزنده صدها سپاس شما. خداحافظی میکنیم اینجا، موفقیت برای شما تمنا میکنیم. خیر سلامت باشید. آباد باشید.